بیانیه کنگره ملیت‌های ایران فدرال در محکومیت تهدیدهای اقتدارگرایانه آقای پهلوی علیه همبستگی احزاب ملت کرد. آخرین موضع‌گیری رسانه‌ای آقای پهلوی بار دیگر نشان داد که پشت شعارهای پرطمطراق درباره آزادی و آینده نوین ایران، همان نگاه کهنه، تمرکزگرایانه و اقتدارطلبی نهفته است که طی یک قرن گذشته بخش بزرگی از رنج و گسست در ایران را رقم زده است. ایشان در واکنش به اعلام موجودیت ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، احزاب کرد را چند گروه تجزیه طلب نامیده و حتی پا را فراتر نهاده و در حالی که هنوز در جایگاه قدرت نیست، تهدید کرده است که در صورت دستیابی به قدرت، ارتش را مأمور سرکوب مردم کردستان خواهد کرد. چنین ادبیاتی نه تنها مغایر با اصول بنیادین دموکراسی و حقوق بشر است، بلکه یادآور گفتمان حکومت‌های تمامیت خواهی است که دهه‌ها با برچسب زنی و امنیتی سازی مطالبات برحق ملت‌های ایران سرکوب را حفظ تمامیت ارضی نام نهادند. تجربه تاریخی نشان داده است که امنیتی کردن سیاست و نظامی کردن مطالبات مدنی نه وحدت می‌آفریند و نه ثبات، بلکه شکاف‌های ملی را عمیق‌تر می‌کند. ما با صراحت اعلام می‌داریم مبارزات ملت کرد بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه سراسری مردم ایران علیه استبداد حاکم و برای گذار به نظمی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر حقوق برابر است. مطالبه آزادی، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، حق آموزش به زبان مادری، اداره امور محلی و مشارکت برابر در ساختار آینده ایران، نه تجزیه طلبی که تجلی اصول شناخته شده حقوق ملت‌ها در اسناد بین‌المللی است. مبارزه مردم کردستان، مبارزه علیه تبعیض ساختاری و انکار هویت است. تبعیضی که در اشکال گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی بر ملت‌های تاریخی ساکن ایران تحمیل شده است. این مبارزه علیه هر گونه استبداد با هر نام و پرچمی ادامه خواهد یافت. تاریخ نیز به روشنی گواه است که زبان تهدید و لشکرکشی سرانجامی جز چرخه خشونت ندارد. نزدیک به 5 دهه پیش نیز با ادبیاتی مشابه فرمان جهاد علیه کردها صادر شد و نتیجه آن تعمیق بی‌اعتمادی و تداوم زخم‌های ملی بود. پیش از آن نیز سیاست‌های تمرکزگرایانه عصر پهلوی اول با انکار تنوع ملی و فرهنگی بنیان‌های همزیستی داوطلبانه را تضعیف کرد. تکرار همان مسیر حتی با ظاهری نو باز تولید همان بحران هاست. ایران کشوری متکثر و متشکل از ملت‌های تاریخی گوناگون است. وحدت پایدار تنها زمانی شکل می‌گیرد که این تکثر به رسمیت شناخته شود، نه آنکه با تهدید ارتش و سرکوب انکار گردد. کسانی که امروز هنوز به قدرت نرسیده از سرکوب سخن می‌گویند، باید بدانند که ملت‌های ایران حافظه تاریخی دارند و تجربه یک قرن تمرکزگرایی اقتدارطلبانه را فراموش نکردند. ما هشدار می‌دهیم هر پروژه سیاسی که بر پایه ترس، حذف، یکسانسازی اجباری و برتری طلبی ملی بنا شود، محکوم به شکست است. آینده ایران از مسیر لشکرکشی به مناطق ملت‌های دیگر و تحمیل اراده یک مرکز بر پیرامون عبور نخواهد کرد. تهدید هر ملت، تهدید همه ملت هاست. ما، ملت‌های تحت تبعیض و انکار 100 سال اخیر، در دفاع از حقوق جمعی خود متحد ایستاده‌ایم. همانگونه که رژیم پهلوی و سپس جمهوری اسلامی با وجود سرکوب گسترده نتوانستند اراده ملت کرد و دیگر ملت‌های ایران را در هم بشکنند، در قرن 21 قرن آگاهی، ارتباطات و بازشناسی هویت‌ها، هیچ نیرویی قادر نخواهد بود با ابزار نظامی اراده سیاسی ملت‌ها را خاموش کند. کنگره ملیت‌های ایران فدرال بار دیگر تاکید می‌کند راه آینده ایران نه در باز تولید الگوهای شکست خورده تمرکزگرایی، بلکه در گفتگوی برابر، شناسایی حقوق ملی، توزیع عادلانه قدرت و حاکمیت ساختاری فدرال، سکولار و مردم سالار است. تنها از مسیر شراکت واقعی همه ملت‌ها در تعیین سرنوشت مشترک است که می‌توان ایرانی آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر عدالت پایدار ساخت. ما بر این باوریم که همبستگی واقعی نه با انکار تفاوت‌ها، بلکه با پذیرش آنها و تبدیل تکثر به سرمایه‌ای برای آینده شکل می‌گیرد. کنگره ملیت‌های ایران فدرال